گروه از ساکنان شهر باختر میگویند که در جای میدانچه ورزشی کودکان بینای بلند آشیانه ساختند. و اجرای شهر این بسته عرض و شکایت ساکنانی چند بینای بلند آشیانه محله دوستی خلقها است. میگویند به اداره های مسئول نوشتند اما مشکلشان حل نشده است. 3 اتش حساب کنین شما 5-6 کودکی دارن، جای بازی نیست. آخی کودک برآمدنی نمیمونیم. خیلی دمو کرانتین بود، دمی کرانتین هم اینو هم خیلی دخترکمون میبروین ساختمانچی ها گپ میزنن، حقارت های قبیح میکنن. در پاسخ به عرض ساکنان بینا را انشاءات جشنی گفته ساختمانش را ضروری دانستند. همین خیلی راسته یعنی این 3 متر ای بچم آخه در این 3 متر کودکا که جاده بازی کنه، خدا ای روز نکنه یک سوختار شوه بچم، خدا ای روز نشوه یک زمین جمی شوه. این خلق کجا میروه بچم؟ همین خیلی اجازه دادم همین ساز. وقتی ما سوال دادیم که در 24 متر چخیل خونه میسازی جای بازی کودکای، گفت جنرال پروکراتورا امضا شدگی جناب عالی اجازه دادن. در جواب به ساکنان گفتند که از سال 2017 برای ساختمان اجازه داده شده. صاحبکار حق استفاده مقصدناکی زمین را داشته است. از شعبه معماری شهر گفتند که ساختمان خانه‌های بلند آشیانه قانونی انجام می شود. تلاش ما برای پیدا کردن نصرالله اسمتوف صاحبکاری که بنا می سازد نتیجه نداد. طبق معلومات رسمی در شهر باختر زیاده از 30 شرکت‌های خانه‌ساز بیناهای خود را می سازند که آنها در نزد خانه‌های استقامتی مردم بوده و ساکنان شکایت میکنند که میدانچه‌های ورزشی کودکان را گرفته خانه می سازند و جا برای آنها تنگ شده است. مساحت شهر باختر در 2 سال پیش از حساب ناحیه‌های کوشانیان و بخش وسیع کرده شد. خانه‌های استقامتی در زمین‌های کشت ساخته نمی شود و شرکت‌های ساختمانی اکثر وقت خالیگی‌های نزد بیناهای شهر را برای ساختمان انتخاب می کند. کاری که در بسیار مورد به ناراضگی ساکنان و از بین رفتن میدانچه‌های کودکانه آورده می رساند.